فکر کن رفتی آلمان، سرزمین بنز و بی ام و، طراحی اتومبیل بخونی، ولی دست روزگار تو رو به سمت آشپزی میکشونه. بله، این داستان مهمان امروز ماست. سلام، من علی کاشی، میزبان شما در وندوکست. وندوکست یه برنامه در حوزه غذا، رستوران و رستورانداریه. در وندوکست به سراغ مدیران موفق رستوران‌های سراسر کشور، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب میریم، پای صحبت سرآشپزای حرفه‌ای کشورمون میشینیم، حرفای متخصصای این صنعت رو میشنویم و با افراد تاثیرگذار این صنعت گفتگو میکنیم. خیلی خوشحال میشیم که با سابسکرایب کردن و دنبال کردنمون تو شبکه‌های اجتماعی مختلف و پلتفرم‌های مختلف همراهمون باشید. ما رو میتونید توی یوتیوب، آپارات و کست باکس دنبال بکنید. مهمان این قسمتمون آقای علا پیشرو، سرآشپزی که احتمالاً هممون ویدیوهای آشپزیشون رو توی تلویزیون دیدیم. توی این قسمت به سراغ داستان زندگی ایشون و شیوه سرآشپز شدنشون توی آلمان میریم، از زبون خودشون این داستان رو میشنویم. در کنار اون به تفاوت‌های فرهنگی ایران و آلمان در مبحث غذا میپردازیم. به این میگیم که چطور غذاهایی مثل سوشی تو ایران یک دفعه بولد میشن و از تاثیر گروه خونی و ماه تولد تو ذائقه انسان صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. سلام استاد، خیلی ممنون که قبول دعوت کردید. حالتون خوبه؟ قربان شما، من خدمت شما درود میفرستم. خیلی ممنون که دعوت کردید. قربان شما، برم سلامت باشید. یه معرفی کوچولو خودتون رو میکنید؟ حتما. علا پیشرو، کرمانشاهی، تازگی‌ها توی فروردین همین امسال پا توی 64مین سال زندگی گذاشتم. پس تولدتون مبارک. آره دیگه. بعد کارم هم که آشپزیه، توی زمینه پخت و پز در خدمت شما و دوستان هستم. ما در خدمتتون هستیم. ان شاءالله که یه گفتگوی جذابی رو هم دیگه داشته باشیم. خب بریم سراغ اصل مطلب. چی شد اصلا وارد حوزه آشپزی شدید؟ والا دوستانی که منو میشناسن دیگه گوششون پر شده از این قضیه، ولی من برای شما تکرار میکنم که من عاشق اتومبیل و طراحی اتومبیل بودم، هنوزم هستم یه جورایی. برای تحصیل تو رشته طراحی اتومبیل رفتم آلمان. حالا ایتالیا مهد این قضیه است، ولی به دلایلی چون آلمان ساده تر میشد رفت و اونو گزینش کردم و رفتم و یه زمانی پیش اومد که من باید مدارک رو ترجمه میکردم تا به زمستر بعدی برسم و اینا. یه 5 ماهی من فرصت داشتم. توی این 5 ماه توی خونه یکی از دوستان ایرانی توی آلمان مهمان بودیم که من به ایشان و خانمش کمک کردم. یه مهمونی بزرگی داشتن، ما غذا پختیم. حالا چه سالی بودین؟ این سال 91 و 2 بود. 1991 و 2. عرض 92 3. عرض به خدمت شما که یه چند تا خوراک مکزیکی و ایتالیایی و خوراک بین‌المللی که دوست داشتم و تجربه کرده بودم توی این منوی اون شب مهمونی ما گنجوندیم. بعد یک کسی جز این مهمانم بود که آلمانی بود و یکی از آدمای وزین بود توی قضیه اداره کار توی اون شهری که ما توی آلمان زندگی می‌کردیم. بعد به من گفت که تو غذاها رو از خانم صاحب خانم پرسید که چقدر خوب امشب یه جور دیگه بود غذا و اینا. اون خانمم که دیگه لطف داشت یا به هر حال کنار من بود، گفت که ایشان کمک کردن. بعد با من صحبت کرد، گفت که اینجا اومدی چیکار کنی؟ تو این آلمان اومدی چیکار کنی؟ گفتم والا میخوام طراحی اتومبیل بخونم. خیلی رک و ساده و قاطع. من گفتم مگه احمقی؟ آلمانی‌ها خیلی رو. آره خیلی راحت. بعد مرد اون موقع آقای شوسیک، یادش بخیر، مرد مسنی بود اون موقع، نسبت من خیلی سنش بالاتر بود. منم اینو به عنوان شوخی به اصطلاح معمولی گرفتم. گفتم که چطور؟ من گفت تو آشپزیت خوبه، آشپزی بخونم. من تا 2 ماه دیگه سر این کارم دارم بازنشسته میشم. 5 تا 6 تا اسمو نوشت، گفت که برو اینا رو بیا پیش من. دوشنبه که تعطیلی نبود، روز بعد از تعطیل رفتم پیشش، اسما رو داد به من، گفت برو سراغ این رستوران ها با شفاشون صحبت کن، برو اونجا دوره ببین، آوسبیلدونگ یا دوره به اصطلاح فنی حرفه‌ای خودمون. فنی حرفه‌ای خودمون اتفاقا یه مقدار از این مسئله نشأت گرفته، چون زمانهای قبل از انقلاب فنی حرفه‌ای با ایهاکا یا اتاق صنعت بازرگانی آلمان در ارتباط بود.
توی آلمان دوره ها چه آشپزی چه مکانیکی یا هر موردی یه بهش میگن دوال آوسبیلدونگ، یعنی دوره به اصطلاح دوگانه، یعنی شما هم توی یک محل فیزیکی کار رو انجام میدید و همینی که توی مدرسه تئوری اون درس رو میخونید. عرض به خدمتتون گفت که این 5 تا محل رو من بهت معرفی میکنم، فقط این آخری رو یه مارکر زردم کشید روش، این آخری رو نرو، چون اون 5 تا رو اول امتحان کن، اگر دیدی از اونها جواب نمیگرفتی برو سراغ این، چون یه آدم بد دماغ بد اخلاقی و یه ذره جواب مردم درست نمیده. اینجوری که بوش میاد شما رفتید مستقیم رفتید سراغ آخری؟ یه ذره غیر مستقیم رفتم. من رفتم، میدونید که آلمان و سوئیس و فرانسه یه جایی دارن که راین اینا رو تقسیم میکنه، یعنی رود راین اونورش یا فرانسه است یا سوئیسه، واسه که یه ذره چند کیلومتر جلوتر برید. من رفتم راینفلدن، یه شهریه که نصفش سوئیسیه نصفش آلمانیه. یه رستوران بود به اسم زالمگ، زالمگ می‌نویسن زالمگ میخونن. رفتم اونجا، اون اولین رستوران بود، خیلی رستوران خوبی بود، ستاره میشلن داشت هنوزم داره. و ما رفتیم اونجا با یکی از دوستام که ایرانی بود، یادش بخیر مسعود، رفتیم گفتن که شف مریضه تا دوشنبه بعد نمیاد، یعنی هفته بعد. ما راه برگشتیم از این مسیر، از یه شهری به اسم اینسلینگن باز رد می‌شدیم که کنارش این رستورانی که ممنوع بود برای من از دیدگاه آقای شوسی. به مسعود گفتم مسعود این رستوران، گفت اگه نگفت نرو ولش کن، بریم ببینیم چه جوری میشه. ساعت 11:45 بود، اینا رو دقیق میگم چون خیلی مهم بوده و اینقدرم تکرار کردم توی ذهنم مثلا ملکه ذهنم شده. ساعت 11:45 توی سیستم رستوران اوج آماده سازیه، یعنی دیگه یه رو 20 دقیقه بعدش در باز میشه، مهمونا میان تو. رفتم و در زدم و یه خانومی که بعداً کارین مهماندارمون بود، سر مهماندارمون بود، گفتم که من با شف کار دارم. گفت که قرار داری از قبل؟ گفتم نه. این دری که ما زده بودیم چون زنگ نداشت، در رستوران زدیم چوبی، شف شنیده بود اومد بود بیرون با یه قاشق چوبی خیلی بزرگ دستش. گفت که چی شده کارین؟ گفت ایشان، اونم تفلک با ترس، گفت ایشان با شما کار دارن. گفت چی میخوای؟ گفتم که من میخوام دوره آوسبیلدینگ، میخوام اینجا دوره ببینم اینا. اول نگام کرد اینا، گفت که تو آلمانیا خیلی مؤدبانه و خصوصی 2 تا زمینه گفتگو دارن، ما که تو و شما دقیقاً، ولی خب برای اونا خیلی مهمه. من مثلا الان میشینم میگم علی جون فلان و فلان فلان، بار اولم هست هم دیگه دیدیم، ولی اونا یه سری مراحل. به من گفت که تو ترکی، عربی یا یونانی هستی؟ بعد منم گفتم که همین با همین لحن با همین فرم، گفتم که برای شما من شما هستم. چه جالب. فیزی اسمال بنیزی، دو نگو به من، تو نگو به من. خلاصه مات موند و گفتم که من ایرانیم. گفت ایرانی هستی؟ از کدوم 5 تا شهر ایران رو اسم برد؟ تهران، مشهد، آبادان، شیراز. جالب. آره شیراز بود با ایران. حالا گفتم که خب حالا شما چطور ایرانو میشناسین؟ گفت من 4 سال تو ایران کار کردم، مردم بسیار خوب، تولولوتی همینجوری تکرار میکرد. به اون خانمی هم که در باز کرده بود من گفت کارین قهوه بیار برامون. خلاصه تمام یخمون آب شد، رفتیم نشستیم و هم صحبت کردن. گفت که چیکار می‌کنی و چند سالته اینا؟ یه کاغذ داد به من، گفت لباس و کفش و اینو بیار، از دوشنبه بعد بیا اینجا. گفتم که یه ذره آروم‌تر شو، من یه مسافرتی دارم، می‌خواستم برم سوئد و اینا. گفت که ببین این کاغذ رو الان کار دارم، هر وقت اومدی ساعت 8 صبح اینجا باش، تموم. این شد ابتدای زندگی یادگیری یا فراگیری آشپزی من. و بعد یه ارتباط خیلی خاصی بین من و ایشان برقرار شد که حالا به هر دلیلی بر بچه‌ها تعریف می‌کرد، میگفت الله هیچ وقت الان هم ندارن اونا، الله هیچ وقت دوبار سوال نمی‌کنه. بعداً از من می‌پرسید چرا اینجوریه، چرا اینطوریه. من هرچی می‌خواستم 2 تا واژه کرد ناموسی رو براش ترجمه کنم نمی‌شد، که ما مثلا وقتی یه چیزی رو قرار یاد بگیریم خیلی فشار میاریم با خودمون، در چالشیم که یاد بگیریم. این شد آغاز کار. دوره آوسبیلدینگ 3 ساله رو من اونجا دیدم که البته به یه دلیلی یه مقدارش مال من کمتر شد و همونجا پیش اون شخص موندم. البته با کمک‌های ایشان تونستم، حالا توی اینستاگرام و توی فیسبوک تو اینترنت بعضی وقتا اینو به صورت تکراری میذارم، تونستم بین 400 و خورده نفر که همه ملیت‌های اروپایی توش بودن، عرب و ترک هم داشتیم البته، من تونستم نفر دوم بشم و از 100
از 85 تا 95 از 88 تا 95 من ریز نمراتم هست که توی به اصطلاح سویگنس یا توی اون مدرک ایهاکام نوشته که ایشان با نمرات خیلی عالی زرگود خیلی خوب کلاس‌ها رو به اصطلاح پشت سر گذاشته و یک تحسین هم به خاطر پرفورمنس خوب، به خاطر کارهای خوب توی آشپزخونه بهش تعلق میره که همشون تقصیر شفم بودن که خیلی هوامو داشت. خیلی چیزا رو یاد میداد. نمیدونم فکر کنم یه جا خوندم که اون مدرک شما رو توی رستورانشون زدن. شب یه ذره با هم حالت دیگه بعد از 2 سال خورده یه ذره حالت دو داشتیم. مثلا به هم تو میگفتیم. بعد اون روزی که امتحان داشتم منو رسون تا اونجا. تا محل امتحان. بعد گفت من خیلی عذر میخوام نمیتونم بمونم جلوی حضارم. گفت من یه به اصطلاح بانکت 65 6 نفره دارم نمیتونم خود ایشان میدونه. فقط اومدم بگم که به دوستای خودش که ممتحن بودن گفت خواستم فقط به شماها بگم که این هنرجوی نورچشمی منه اینطوری حالتی. و موقعی که برگشتم حالا یه اتفاقاتی افتاد که من یه شوکم شدم چون من و اون اشتفان اشپوغ اون کسی که با من اون نفر اول شد من دوم مدارک همه رو دادن اون شب مال ما همطوری مونده داشتن برای بقیه دست می‌زدن ما اینجا منتظر بودیم اسممون رو بخونن. اشتفان میدونست من یه ذره داتی بازی در آوردم نمیدونستم که قضیه چه قراره. شما نگو که اینا به خاطر مثلا این حالت فوق العاده میخوان به گونه دیگه از ما مثلا تجدید کنن و مدارکمون رو بدن. بعد که اومدم رستورانمون گفت که هر زمان کار تمام شد بیا. ما مثلا باید ساعت 8:30 شب کارمون تمام میشد از 1 بعد از ظهر شروع کرده بودیم 8:30 باید تمام میشد. یه اتفاق خیلی جالبی هم افتاده بود که یکی از بزرگان صنعت غذا که دوست صمیمی پدر شف من بود هروالد که اون آشپز خیلی خدا بیامرزش قوی بود اون شب جزء مدعوین بود و جزء کسانی بود که امتیاز داده بود به غذا و دست بر غذا میزی که من براش غذا میپختم هروالد که اونجا بود. حالا من مدرکمو گرفتم اومدم و شف با یه سری مهمانا ساعت 1 خورده نصف شب بود میموندم بعد دیگه میرسید به مشروب خوردن و سیگار برکشیدن و این چیزا. گفت که خب چه کردی؟ مثلا یه اصطلاحی مثل شیر و روبای خودمون. گفتم یکی از بچه‌ای که با ما بود یعنی نزدیک رد شدن نزدیک رفوزگی قبول شد توماس آلمانی بود. بعد به من گفت اون بهش زنگ زده بود من که رفتم گفت تو چه کردی؟ گفتم که نه یا مثلا حالا یه جورایی اینا. گفت که ببین دستمو گرفت گفت ببین ناراحت نشو تو پیش خودم کار میکنی باز هر چی باشه یادت میدم و فلان اینا. ببینم مدرک دید 1 اینس زرگود با خیلی خوب. خلاصه یه 2 تا فوش دوستانه به من داد همیشه به من میگفت سگ لعنتی دو الند هوند همیشه به من میگفت در این موارد. و بعد از چند روز که اونجا بودم یه کپی ازش گفت اینو پیش من باشه. یه کپی ازش گرفت توی اون قسمتی که یه جایی دارن بهش میگن اشتامتیش میزیه که تمام دوستان و خانواده و کسانی که توی این به اصطلاح کلوب‌ها و اتحادیه که خود اون شهرها و دههای کوچولو دارن اون میز مال اونطوری افرادیه. اونو زد بالای چیش زد بالای اون میز که به عنوانی که اولین به من گفت اولین کسی هستی که مدرک زدم اینجا. رفاقت خوبی بینمون بود. خیلی هم عالی داستان جالب و عجیبی بود اینکه شما یه چند ماهی منتظرید که مدارکتون ترجمه بشه برید سراغ ماشین ولی یه دفعه مسیرتون عوض میشه حتی اون مثلا بیماری که اون سرآشپز اول که رفته بودید سراغش. آره خیلی جالبه اتفاقات مسیر آدمو عوض میکنن. مثلا همینه. داستان خورشت زیرک چیه؟ خورشت زیرک کدومه؟ تو همون مهمونی فسنجون. تو مهمونی نبود توی یه بعد که با هم به اصطلاح دوست شدیم و زندگی کاری من با زندگی خصوصی ایشان با خانوادگی قاطی شد من یه روز خورشت فسنجون برای اینا پختم فسنجان. به من گفت که شما ملت ایران آدمای زیرکی هستید توی زمینه خوراک. بعد من گفتم چطور؟ من گفت ببین این خورشتی بعد همیشه به خانومش خطاب می‌کرد گفت گردا نگاه کن توی این خورش برنج هست یعنی از حبوبات استفاده شده حالا یا حبوبات یا بنشن‌ها توی این از حبوبات استفاده شده بعد از میوه استفاده شده انار توش هست. بعد انار رو توی 2 تا فرمت هم خشک هم به اصطلاح عصاره‌شو گرفتن ربع انار
بعد از گوشت حیوان، از پروتئین حیوانی استفاده شده، بعد از ادویه استفاده شده، از زعفران، نمک، زردچوبه و فلان فلان. و این یه ترکیبیه که تو اگه برات جداگانه تعریفش کنن یه ذره حالت دیوار جلوش قرار میدی، یه ذره کوپ میکنی، ولی وقتی میاد روی میز میبینی از اینها چه به اصطلاح نتیجه خوشبو، خوشمزه و حالا اگر به مسائل ابوعلی سینا بپردازیم میبینید چقدر خواص تو این جمع شده. و اونجا بود که من یه مقدار به غذا با یه دیدگاه دیگه ای نگاه کردم. چه جالب. بسیار. ولی تو همین آلمان بمونیم به جز این دوره آسپیلدون دورهای دیگه هم دیدید؟ آره یه من به دلایلی که الان جای گفتنش نیست خیلی پیچیده است، به یه مقدار متمایل شدم به گوشت نخوردن، به گیاهخواری. بعد به همین خاطر رفتم یه دوره توی یه رستوران زیر آموزش، یعنی یه دوره بود با آموزش که کارم میکردم، مسائل خورد و خوراک گیاهی رو بررسی از نظر تندرستی کردیم و یه دوره ویژه توی زمینه آبزیان دیدم اونجا که دوست خود همین اولریش هاست شفم بود، گفت که می‌خوای غذای دریایی یاد بگیری توی این شهرهای مثل شمال خود ما از چندین ده یه مجموعه تشکیل میشه که خیلی نزدیکن به هم، شما با دوچرخه و موتورسیکلت و ماشین خیلی راحت میتونید دسترسی پیدا کنید. رفتم توی یکی از این شهرهای کوچولو کنارمون زیر نظر یکی از دوستان ایشان، آشپز خیلی خوبی بود، آبزیانو یه چند وقتی کار کردم و گریل و سس و اینطوری چیزا هم که پیش خود ایشان فرا گرفتم. تفاوت فرهنگی ایران و آلمان توی غذا چه چیزیه؟ تفاوت فرهنگی که طبیعتاً هست، ولی از دیدگاه من با اون تجربه خصوصی که دارم، ما ایرانی ها توی خیلی مسئله دوگانه ای، حالا تعجب میکنید، توی پذیرش فرهنگ جدید غذایی خیلی جزمگراییم. این دوگماتیسم بسیار بسیار روی فرهنگ غذایی ما تاثیر داره. یعنی مثلا شما به طور مثال یک کباب سوری، یک کباب عربی که از مثلا محور یا بیسش گوشت چرخ کرده است، اگر جلوی یه ایرانی بذاری، حالا ایرانیان که خوشبختانه الان دنیا رو گشتن و اینترنت خیلی کمک‌ها کرده، ولی چون سبزیجات توی این گوشت چرخ کرده هست، ابتدا توی ذهنشون قیاسش میکنن با کباب لقمه یا کباب کوبیده خود ما. بعد اصلا قرار نیست اینو قیاس چی کنن، نقدش کنن، انتقادش میکنن. یعنی میگن که نه 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 این خوب نیست چون مثلا سبزی و جعفری توشه. این یه اتفاقی که من خیلی دیدم. و اینی که به عکس اگر کباب کوبیده رو تو ذهنشونه، هر جسمی که، هر جنسی که، هر رسیپی که با گوشت چرخ کرده جلوشون باشه، با اون مقیاس میگن مثلا این برگر نه نه این بوی گوشت میده، مثلا چون پیاز توش نیست مثل گوشت کباب کوبیدمون. این یه مسئله است. بعد جالب اینجاست که الان یه تعدادی از کسانی که این برنامه رو میبینن، این صحبت ما رو میبینن، میگن خب چجوری در عرض یه چشم هم زدن سوشی تو ایران مد میشه. آره اینم هست. یعنی یه فرمت گرسنگی فرهنگی هم از نظر غذا ما داریم که خیلی جالب ببینن از فرهنگ‌های دیگه چی میاد، بدون اینی که اساس شناسی بشه، بدون اینکه زیر ساختار رو یه بررسی کوچولو در موردش بکنن. توی آلمان مثال خیلی خیلی واضح و جالبی میزنم، فسنجان خود ما. من فسنجان به هر آلمانی دادم، حالا سوئیسی و فرانسوی اینا رو کار ندارم، به هر آلمانی دادم اول نخورد، لب نزد، یعنی نگاه کرد گفت این چی؟ به خاطر شکل و ظاهرش. آره چقدر بد ظاهر و فلان اینا. هر چقدر هم خوب دکورش میکنه. شما سینی مرغ بذار، فسنجون رو به عنوان سس بریز کنارش، 4 تا مغز گردو کنارش بذار، این دونه‌های انار رو بپاش دورش و اینا، باز اصل قضیه اون رنگ یا اون فرمتی که خورش داره براش سوال برانگیزه، پرسش تو ذهنش به وجود میاد. بعد میگه که این از این و این و این و این تشکیل شده، میخوره و جالب میشه براش. بعد سری بعد که میخواد بیاد خونت میگه اون فسنچون جمع همچی قشنگ میتونن بگن، میتونی برام بپزی. ما توی آلمان میبینیم که برای پذیرش فرهنگ‌های جدید خوراکی مردم بسیار بازترن. دیروز تو کلاس من یه بحثی پیش اومد که یه خوراکی دارن آلمانیا، یکی از هنرجوام رفته بود آلمان، کوری‌ورست، کوری به همون کاری میگن، ورست هم که به سس اسکالواس میگن. یه خوراکی دارن که یه سوسیسه که گریل میشه، روش کچاپی میاد که روی اون کچاپ یه مقدار پودر کاری میپاشن، کاری مدرس، که حتی شرکت‌های هستن توی آلمان که الان مثل هلا که این کاری رو با اون کچاپ قاطی کرده دیگه. یعنی شما
تو این دکایی که کارورس دارن یا کوورس دارن، کچاپ رو میپاشه روی چی؟ روی سوسیس میده تحویل مردم. جالب اینجاست که توی پژوهش‌های آلمان دونر کباب ترکی و کوریورس جزء پرفروش‌ترین غذاهان. بعضی از بچه‌های آلمانی رو مثلا نسل جدید ازش میپرسی نمیدونه که این دوتا از یه فرهنگ دیگه اومدن. خود ما مشکل داشتیم سر گولاش، یه خوراکیه که واقعا از مجارستان میاد، مثلا بیسش خاستگاهش مجاره، ولی خیلی حتی تو اروپای غربی فکر میکنن این آلمانیه، چون پذیرش خوراک آنچنان بوده و آنچنان با این قضیه خودشون درگیر کردن که بدون تغییر، بدون اینکه زیر ساخت و رسیپی رو تغییر بدن، مواد اولیه رو تغییر بدن، با همون فرمت. مثل ما نیستن که مثلا تیرامیسو از ایتالیا بیاد بعد مثلا ماسکارپونه تو ایران نیست با چی درست کنن مثل مسقطی، بعد روش چون پودر کاکائو میپاشن میگن که این چیه، این تیرامیسوه. توی این زمینه این دوتا فرق بزرگ و آلمانیا با ایرانیا دارن. زرشک پلو با مرغ، فسنجان و یکی دو تا دیگه غذای ایرانی توی برنامه‌های تلویزیونی آلمان، چون مثل همین بفرمایید شام داس پرفکت دینر اسمش بود اونجا، از هلند اومد آلمان و اینا. بعد از 2-3 ماه تو تمام سوپرمارکت‌ها شما زرشک می‌دیدید، شما گلاب می‌دیدید، شما برنج ایرانی می‌دیدید چون برنج باسماتی بود، غوزن واسر یا آب گل سرخ از فرهنگ عربی اومده بود اینجا. ولی گلابی که از الان میدونن آلمانیا، میگن این غوزن واسر که از ایران میاد از گلی صورتی رنگ که تعداد برگاش با تعداد برگ رز فرق میکنه، این میدونن از گل محمدی. این اطلاعات رو مثلا خیلی خوب میگیرن و بیس مواد اولیه خوراکای وارداتی به سرعت توی تمام فروشگاه در دسترس خواهد قرار گرفت. من حالا اینی که گفتی یاد یه نکته افتادم، یکی از فوتبالیستای آلمان به اسم پودولسکی اگر اشتباه نکنم، این ترکیه بوده. بله ترکیه بوده، اونجا دونر کباب میبینه، اون میاد کلا رستوران‌های زنجیری توی آلمان راه میندازه و کارش هم میگیره. یکی از دلایل گرفتنش هم فکر کنم همین پذیرشی که آلمانی‌ها دارن. خوب میپذیرن. الان بهترین محض اطلاع شما، بهترین دونری که تا حالا توی دنیا جایزه گرفته یه دونری که توی اشتوتگارت درست میشه. دو تا ترکن، دو تا شریک ترکن و یه شریک آلمانی، اما از نظر کیفیت فعلا ته نظر داوران بین‌المللی اینا بهترین دونر کباب دارن تحویل ملت میدن. جالب، بسیار عالی، خیلی ممنون. خب برسیم سراغ ایران. چی شد که اومدید ایران؟ ببینید من یه 17 سالی نتونستم بیام، حالا گرفتاریای کار بود و نمیدونم مسائل مختلف و یا نمیخواستم و یه اتفاقی افتاد من اومدم. سال 2000 اولین باری بود که اومدم. یعنی 17 سال بود من خورش کنگر نخوردم. خیلی جالبه. مثلا بهارم اومدم دیگه، عید اومدم به خاطر تعطیلات و انقدر زیبا بود برای من. یعنی تفاوت این دوتا ایرانی که ترک کرده بودم 17 سال پیش و الان اومده بودم توش به قدری زیبا بود، به قدری بارز بود که یه جورایی مثل پرواز بود. خیلی چیز بدو نمیدیدم. زباله کنار خیابان نمیبینی، نمیدونم دعوای مردم تو خیابان نمیبینی، حالا کار ندارم. و یه سری اتفاقات افتاد که یه چند باری رفتم و اومدم تا اینی که 2 سال بعدش برادرم توی سانحه هوایی هواپیماشون سقوط کرد، از بیشکک از قرقیزستان میومد. سپاسگزارم ازتون. و یه احساسی من دست داد که بد نیست یه ذره نزدیکتر به خانواده‌ام باشم. و اینی که واقعیت قضیه اینه که در کنار این مورد که خدمتتون گفتم، نیاز عجیبی که جامعه اون موقع آشپزی داشت خیلی تشنه‌تر بود، مثل یه صحرا بود، مثل یه کویر بود که هر چی آب توش میریختی. اطلاعات بسیار کم بود. افرادی که متخصص بودن توی این زمینه بی‌نهایت کم بودن، انگشت شمار بودن. حالا اگر بعضیاشون که جزء دوستان منن، اسم میخوام برم توی تلویزیون یا توی هر فرمتی آشپزی ایران رو پرزنت می‌کردن، ولی یه تعدادی کسانی بودن که اصلا آشپزی رو به صورت بیسیک یاد نگرفته بودن، همونجوری می‌آمدن میگفتن آشپزنما بودن. و این تشنگی مردم در راستای کسب اطلاعات یه ذره قلقلک هم داد که اینجا بمونم، یه ذره کارهای آموزشی و این چیزا رو انجام بدم. خیلی ما هم خوشحالیم که تصمیم گرفتید که تو ایران بمونید. من می‌خوام یه عکس بهتون نشون بدم، عکس یه غذاست، ببینم یادتون میاد برای چه غذاییه. کار خودم بوده؟ کار خودتون و یه نفر دیگه بوده. آره این پیتزاست که یعنی رو نون چیز زدیم،
ولی الان چون عینک چی هم نیست نمیتونم دقیق نگاه کنم. بزنید اونور مشخص میشه با کی درست کردید. اینور بزنم؟ ای بابا این آره یادش بخیر استاد کرد. کیهان با همسرش پیش ما بودن. کیهان خیلی تکرار میکنم گورمان به فرانسوی کسانی میگن که روش گورمه رو دارن، یعنی خیلی خوشخوراکن. کیهان حال به خاطری که کسانی که توی الان آذر ماهیه کیهان یه مسئله خودش خیلی دقت میاره. بعد توی کار موزیک با نوت وقتی سر کار دارید و خیلی ظریف و با دقت با مسائل برخورد میکنید، مسئله سلیقه یا پسند غذاییتون هم تحت تاثیر قرار میگیره. حالا اگه بچگی اینجور نبودید. کیهان با ایتالیا زندگی کرده، ابتدای سفرش به خارج تو ایتالیا بود که یه بخشی از تحصیلش اونجا بود. ایتالیا میدونید کشور غذاست. همیشه وقتی میاد پیش من، وقتی ایران هست یا میاد پیش من، زنگ میزنه میگه من گرسنه‌ام داداش، مثلا من همیشه با خانمم این جربس میگم با یه غذای خوب درست کن. میگم بابا این بهترین غذاست، پاستا، حالا یا اسپاگتی یا لینگوینی، یه پاستای نواری، بعد با سس گوجه، سس طماطم و پنیر پارمزان، یه مقدار دانه صنوبر. اینو همیشه منو کیهان کیف میکنیم، چون هم منو به یه جاهای برمیگردونه، هم کیهانو به ایتالیایی که در ابتدا توش با این غذا ارتباط برقرار کرده. توی این جریان یه روز گفت یه پیتزا برای ما درست کن. گفت باش. اومدن خونه و خلاصه نشستیم دور هم و اتفاقا زیاد کیفیت پیتزا اون شب خوب نشد، به خاطر که حالا یه ذره خمیرشی بود، بعد فر داغ بود، ولی ما تا پیتزا رو توش میذاشتیم یه مقدار بعد سینی رو میذاشتیم توی فر داغ بشه، بعد پیتزا رو بندازیم روش، بعد حالت پارو اینا چیزی نداشتیم، تو قالب درست کردیم یه ذره، ولی خوب کنار هم بودن باعث شد خیلی لذت ببریم. یادش بخیر. آشپزیشون خوبه؟ تاچ آشپزیش که معرکه است. قهوه رو مثلا ببین، اسپرسو وقتی خونت میخوره اگر قهوه عوض کنی سری میفهمه، از بوش میفهمه نه از مزهش. دو چیز جدید خریده یا مثلا مدل جدید آمده، بعد یا اینی که مثلا یه سری یکی از دوستان برای من 3 تا مدل قهوه فرستاده بود، وسطیش مورد پسند کیهان بود، همیشه میگفت تا موقعی که تموم شد دیگه بعد مثلا زنگ می‌زدیم از اون برامون میفرستادن. ذائقه و حس چشاییش و بویاییش بسیار بسیار قویه. خیلی قشنگ، نمیدونستم اینو. ان شاءالله که هر جا هستن سالم و سلامت باشن. واقعا استاد زبردستی هستن و آثار ماندگاری هم داشتن و دارن. خب الان توی صحبتاتون در مورد ماه تولد صحبت کردید. ماه تولد توی ذائقه آدم‌ها تاثیرگذاره؟ ماه تولد گروه خون. چه جالب. چه اثرگذاری داره؟ مثلا منی که مثلا فصل بهار به دنیا آمدم با کسی که فصل زمستون به دنیا آمده. ببین الان شما چه ماهی هستی؟ خرداد. چندم؟ 16 خرداد. 16 این دقیقاً وسطش. 13 14 15 بعد از این جریانات بعد تعطیلات تولد ایشانه. ببینید ساده ترین ارزیابی این قضیه اینه که شما توی بهار با آنچه که توی بهار از طرف طبیعت عرضه میشه خیلی بیشتر کشش دارید. مثال دارم میزنم در مورد خودم، منم فروردینی هم دیگه. گیاهان وحشی یا مواد طبیعی که توی فصل عرضه میشن یا در دسترسن برای من خیلی جالبن. کنگر، حالا ما در کنار کنگر توی کرمانشاه یه زو هم داریم که البته شیرازی هم دارن. گیاهایی مثلا سیرگون رو ما کرمانشاهی‌ها به یه گیاهی میگیم که یه تشابه زیادی با سیرگون اسمش از اونجا میاد. پاغازه، شنگ، چیزایی که از اون فصل میاد. بعد کسانی که توی یه فصل خاصی متولد شدن به همون گونه از هوایی که توی اون فصل حاکمه بیشتر تمایل دارن. یعنی شما اگر بهاری باشید باران دوست دارید، در حالی که یه کسی که توی مثلا وسط تابستان مرداد دنیا اومده آنچنان بارانی نیست. بعد خب مثلا میگن مرداد اسد یا مرداد شیره دیگه. کسانی هستن که طبیعتاً خیلی گوشتخوارن، به خاطری که یه حالت متابولیسمی متفاوتی میتونن با کسی که توی مهر ماه
یا توی نمیدونم فروردین ماه به وجود آمدن، به دنیا آمدن داشته باشن. اینا همه یه جوری تاثیرپذیرن. و حالا یه سری مسائل جمعی مثل فشار خون، مثل گروه خون، اینا میتونه تاثیر بذاره. گروه خون چی؟ گروه خون چه تاثیر؟ مثلا میگن او مثبت، مثل من کسانی هستن که گوشت خوارن. حالا من خودم خلافش ثابت کردم. البته این تصمیم همون کرد ناموسی که بهتون میگم، یه موقعی تصمیم گرفتم دیگه گوشت نخورم، دیگه نخوردم. اولش خیلی هوس داشتم ولی الان دیگه نه. اینا همه موثرن. شما یه جمله‌ای رو نوشت تو با اینستاگرامتون، خیلی جالب بود برای من. چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید پخت. این که از شادروان سپهری داشتم، اتفاقا سهراب سپهری رو من اونور شناختم. یه موقعی با یه نفر داشتم بحث می‌کردم، سوئیسی هم بود. ما کسان زیاد داریم تو آلمان، تو سوئیس یا تو فرانسه که ادبیات ما رو خیلی خوب اصلا تحصیل کردن. ما الان تو ایران هم تو دانشگاهمون داریم. یه موقعی یه مسئله اتفاق افتاد که به من گفت که دیدگاهتو عوض کن. بعد من یه ذره باش میگم همون مسئله قد بودن که کرمانشاهی هم دارم هنوز دیگه، یه ذره باش که مقاومت داشتم و جر بحث می‌کردم، گفت بابا جان یه شاعری از خودتون سهراب میگفت، زهقاب سپهری میگه که چشماتو بشور یه جور نگاه کن. این از اون موقع باعث شد که من یه مقدار به این مسئله نگاه کنم، تا اینکه توی زمینه آشپزی فهمیدم که یه اتفاقاتی میافتن. به طور مثال شما همیشه می‌بینید مادرتون، مادر بزرگتون اول پیاز رو سرخ میکنه، بعد گوشت رو بهش اضافه میکنه، در حالی که علم امروز آشپزی میگه پیاز به 3-4 دقیقه وقت احتیاج داره، گوشت به 20 دقیقه نیم ساعت. پس بنابراین جای اینا رو عوض کن. یعنی میتونی تغییر بدی. چشماتو بشور، جور دیگه بپز. مثلا یه سری افراد ما داریم تو خانواده خود من هست، به هیچ عنوان مثلا برنجی که توش دونه دونه باشه یا ادویه باشه دوست ندارن بخورن. من یاد گرفتم توی آشپزی یه اتفاقاتی رو بپذیرم توی اون فرمتی که تا حالا نبودن، برای من حداقل یا برای فرهنگ ما نبودن. این میشه همون تعریف، همون تعبیر، همون جمله. خیلی ممنون که این برنامه رو تا اینجا دیدید و شنیدید. تو این قسمت داستان آقای پیشرو رو از زمانی که توی آلمان بودن تا قسمتی که به ایران برگشتن شنیدیم و توی اپیزود بعدی قرار تکنیک‌های رستورانداری رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.